هر ملت دارای قهرمانان است که برای حق و عدالت جان سپرده اند. با جان فدایی و از خود گذشتنها پیش راه ظلم و ستم با قدر توان گرفته جسارت مستبدان بر استبداد را فرو نشانده اند. در زمانی که یک عده با شعاری با خون آمده ام و حتما با خون خواهم رفت زمام به دست دارند، یک عده فرزانگان ملت ما بدون هراس با استواری و بردباری، با متانت و شکست ناپذیری برای پرافشانی پرچم عدالت مبارزه خود را ادامه دادند. قربان این راه پرشرف بودن و جام شهادت چشیدن در این راه برایشان افتخار بوده است. اینها نفرانی بودند که در روبروی ظلم با جسارت ایستادند. برای آنها داشتن آزادی و عدالت تنها یک ارزش نبود، بلکه یک امانت بود. هر یک مشکلات در مبارزه، هر یک لحظه شکنجه دیدنها، هر یک روز زندان نه باعثی شکست روح افتادگی، بلکه سبب استواری این فرزانگان گردید. اینان همصف و همسنگران ما بودند و جان فدا کردند تا چراغ عدالت خاموش نشود و این وسیله عبرت به ما باشد. این فرزانگان می دانستند که راه مبارزه بهر آزادی و عدالت پر از خطر است، اما با قلب پر از ایمان و اراده شکست ناپذیر گام نهادند. هر قدم، هر کلمه، هر فداکاریشان برای آن بود که نسل آینده بتواند با سرجمعی و سربلندی زندگی کند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهیدان هرگز نمی میرند. آنها در هر ذره از نفس عدالت، در هر شعله حقیقت و در هر ضرب قلب آزاد شریکند. ما با گرفتن عبرت از جسارت و استواری شما امینیم که زمان پیروزی حقیقت فرا می رسد. ملت نفسی آزادی می کشد. آرزوی هوس‌های شما عملی می گردد. ادامه مبارزه شما شرفمندان برای ما همسنگرانتان افتخار است. قول ما بر شما این است که با اتحاد و همبستگی، رفاقت و برادری دست هم گرفته قامت عدو می شکنیم. روح شما شاد و یاد شما ابدی باد. درس از استادگری و خودفدایی های شما ما را به سوی پیروزی میبرد. روحتان شاد باد ای از زنده ها هم زنده ترها. ما با تمام هستی راحتان را ادامه خواهیم داد. پزمان شما هستیم. براستی اگر خدا خواهد ما نیز به شما خواهیم پیوست و در همان مکان جاودانه نصیب باشد ملاقات خواهیم کرد.